یه کوچولو بزنید اینجا برای شما نشه. اون معمولا کار می‌کنه. یه همچین چیزی هم برداشت باشه. می‌ذاریم اینجا. بعد کوچولو بزنید. لب کاتلو خط نمی‌زنه. خاطر شاشه. چه شاشه؟ وای تاکید چیکار؟ سلام. یه خالی داره. خودش کشش کنه زمان خیلی وقت. این از این. وقتی پاس کردید دوستان حواستون باشه. این از وسط میتونه این لوای خورده باشه. موقعی که میخواید دیگه بزنید گرفتیم. میخواد حرکت کنید گوش صدا میده. اون صدا یکی باشه. لوای خورده شده باشه. یه کوچولو بزنید اینجا برای شما صدا میده. اون معمولا کار می‌کنه. اینم چهارشنبه چیزی کلا باشه. بزنید اینجا. بعد کوچولو بزنید. لب کاتلو لواش خورده شده باشه. نازک شده باشه. همین اسمت. همین اسمت. صفحه‌گراد نو خریدید اکثرا خشک. اینا رو قشنگ با روغن چهار به چهار کنید موقع انداختن. اینجوری نندازید. چه چاشقی؟ وای تاکید چیکار؟ حالا آماده بازی کنم. اول یه دونه از صفحه‌گراد جا. یه خالی داره. یه طرف صافه یه طرف ببین از این لبه خم داره. وقتی پاس کردید صاف بالا بیفته. این از وسط میتونه این لبه خورده باشه. موقعی که میخواید دیگه بزنید گرفتیم. میخواد حرکت کنید گوش صدا میده. اون صدا یکی باشه. دوباره